لحظه نجات یک نفر است. سیل در شهر دوشنبه. حادثه روز 20 میلیون پس از بارانگری سخت در ناحیه شاه منصوری پایتخت رخ داد. 4 روز اخیر در گوشه های گوناگون تاجیکستان باران زیاد بارید، راه، پلها و خانه های مردم را ویران کرد. در ناحیه اسماعیل سامانی مقامات از زیان سیل به ساکنان خبر دادند. حکومت ناحیه رودکی گفت جسد عالم چقلف راننده 31 ساله را که روز 19 میلیون در سیل غرق شد پیدا کردند. این نوار کاربری رادیو آزادی از خوجند فرستاد. بر اثر بادی سخت پس از بارانگری های زیاد قسمی از بینای بلند آشانه روز 20 میلیون خراب شد. اینجا هم شهر خوجند است که روز 19 ایون سیل به چند محله زیان رساند. حکومت سوخت گفت که سیل به 7 شهر و ناحیه های ولایت ضرر رسانده است. از جمله مقامات پنجکن خبر دادند که سیل به 29 خانه آسیب رسانده، راه، خط برق و کشتزارهای ساکنان هم ضرر جدی دیدند. اینجا ناحیه تیمور ملک ولایتی ختلان است که روز 21 میلیون سیل راه و کشتزارها را ویران کرد. مقامات ناحیه گفتند هیچ کسی در این سیل آسیب ندیده است، ولی زیانی رسیده به زمین و کشتزارها و خانه های مردم حساب می شود. بارانگری سخت در گرمی تابستان در تاجیکستان کم سابقه است. حادثه‌ای که آن را پیامدهای تغییریابی اقلیم و گرم شدن زمین می دانند.